توفیر داشت انشالله همین کسی باشه شرط نیست که صحابی باشه هر کسی محبت داره هرگز انشالله از رحمت پروردگار به نصیب نمیمونه خداوند متعال در همین دنیا را میتشه فردا روز قیامت هم میتشه در شهر کوفه یک مرد میزیست با نام یحیی بن معین این آدم یک عالم حدیث شناس است یکی از علمای یکی از اساسگذارای علم جرح و تعدیل در حدیث اینا اکسپرت هم میگه به قول امروزه مردا را بها میتن اما راویای حدیثه کدامش ثقه بود کدامش صدوق بود کدامش ضعیف بود آیا قولش قبول کرده میشود اگر قبول کرده شود چند فایز قبول کرده میشود در کدام صورت قبول میشود یک علم بینهایت نازک دقیقه در علم حدیث این شخص ها انم شاهستانای انم علم جرح تعدیل هم یحیی بن معین در فروعات پیروی مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه بود اما در علم حدیث یک پیشوای اما عصر زمانش بود خاصتا همین موضوع حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجۃ الوداع را نقطه به نقطه میدانسته است در همون سالها در همون زمان حیات او در روی زمین یگان شخص مثل ای همین حجۃ الوداع را خوب نمیدونسته است توچکه به توچکه حضرت از کدام در داخلی مکه شد در کجا سکونت کرد مینا با کدام راه رفت در کجای مینا بود عرفات چگونه رفت ساعتی چند کی رفت در کجا قرار گرفت خطبه را در کجا خواند در کجا دعا کرده است حضرت صلی الله علیه و سلم در مزدلفه در کدام موضع بود در کدام مکان شب روز کرد خواب کرد کدام ساعت چگونه با برگشت به مینا اومد در وقت ذبح مال بعد که خلاص شد حضرت چگونه کشت چند شتر کشت امروز برای ما را آسان شده است و برای کتابای تیار داریم همین تنبلی نکه بگی بخون انشالله تیاره ختم که نخونده باشی هستن الحمدلله علمایی که خواندیان میدونن یا تلفن بگی زنگ بزن بیچاره میگه اما او زمان کم بود نادر بود انگوش شمار بدن این بزرگا به همون خاطر تجار جمع شدن بویا و سرورمندای همون مکان گفتن یا یحیی گفتن میخواهیم که همراه ما به زیارت خانه خدا براییم تمام پول و رزخود از حساب ما حتی معاش روزگار اویلت هم تأمین میکنیم تو برگشته اومدن فقط همه ما را نشان بده تعلیم هم بده راه بلد باشه همه حج چی خیلی که حضرت صلی الله علیه و سلم انجام داده است هم خیلی انجام بده خیلی که حضرت مفت اومده است کی نمیخواد از زیارت خانه خدا و تو یک چیز نچشی قدرش نمیدونی آخه قدر زر زرگر بدوند این قمایل محبتی که حاجی ها با زیارت خانه خدا دارن او کسایی که حاجی نشدیه ندارن او برای که شنیدن کی بود مانند دیدن این مردک ها علا که دیدن همین موسم حج میشه غزغزشو میگیره ای خدا جان همین امکان بته یه باره که دیگه برم این دفع تجربه بهتر خوبتر شده است این دفع حج هم خوبتر همون کمبودی که باری اول کرده بودم اصلاح میکنم همه حضرت هم دلش گم زد گفت میریم همراه حاجی ها صحبت کرده و تعلیم داده اومدن در همین موضع میقات رسیدن میقات در جایی که اگه او طرف دیگه به احرام در اومدن ممکن نیست شب بده است گفتن شب خواب میکنیم صبح غسل میکنیم احرام را میپوشیم لبیک گفتن میدرویم الکی ماه ذوالحجه در اومده است شب در خواب یحیی بن معین رسول الله صلی الله علیه و سلم در اومد حضرت هم خیلی تبسم خطی نگاه کرد یا یحیی من تو را پزمان شدم در کجا میگردی تو را پزمان شدگی اومد زود بیو زود به زیارتم بیو یه حضرت خواه خیز دیگه چشمش لخ لخ یاب شریکاش بیدار کرد گفت که حضرت برا دعوت کرد من مدینه میرم گفتن حضرت ما را وعده کردی وی وعده خلافی نشونه نفاقه موسم حج شده است دیگه امکان نیست خود اگر مدینه بریم حج دیرونه میکنیم گفتم من به شما کار ندارم من خودم میرم گفتن حضرت بیا یه جوی رو حج کنیم زیارت که خلاص شد من میریم ما را میریم که مدینه منوره با زیارت انشالله روضه شریفه میریم که میگو حضرت گفت زود بیا من تو را پزمان شدم زود بیا والله من یه لحظه وزی توقف نمیکنم من دیگه صبح حج داد نمیکنم ولی یه هفته و 2 هفته حج رو بیستم
جایی که سخن پیغمبر از گفت این وعده های شما چی است آخی؟ من جان فدای حضرت میکنم ولی سخن وعده اوست بست. و خودش تنها میگه طرف مدینه منوره حرکت کرد. وقتی تصور کنید راههای ناآباد یک نفر تنها بسیار مشکلی مشقت داره. با سرعت هر چی سریعتر دیگه خوب استراحت هم نکرده است. همین سراسیمه خراک شب در بالای همه شتر خورده. در همین مدت چند روز اومد در مدینه رسید. از باب سلام وارد مسجد شد. اومد نزد روضه حضرت صلی الله علیه و سلم. دعا و درود زیاد کرد، صلوات زیاد فرستاد بگه حضرت داود. بعدا 2 رکعت نماز خواند، نمازی تحیه و نمازی شکر. در همین رکعت دیگه نماز در وقت سجده خداوند متعال میگه امانت قبض کرد. مخلطش بود شده است این روی و حضرت همین زود بیامد طرف پزماشیده به همین خاطر این همین در جنت البقیع گویا پهلو به پهلو هم در مقابل روضه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یحیی ابن معین گروندند. این مردم از این بشارت زیادتر میشه و همه حضرت محب پیغمبر بود. اینا که سوالش میکردین از حدیث میگفت است ولی صبر کنه. مثل هم حضرت امام مالک واری غسل میکرد است، دندانو را مسواک میزد است، خچ خشبو میکرد است. میگفت است اگه سوالتون نکنه که من وقتی که بدنم بوی خش نکنه دهنم بوی خش نکنه من جرأت نمیکنم که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبان بگیرم. گر نداری از محمد رنگ بو با درود خود میال نام او. یک مرد خدا بود به همین تاجیکستان ما هم آمده بود در جشن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. شیخ طنطاوی شیخ کبیر اثر شریف از مصر آمده بود به نمایندگی. بسیار مردی صالح خوب اینجا استقبالش گرفتن الحمدلله. بسیار خرسند و خشنود اینجا رفته بود. اما حضرت هم بسیار محب پیغمبر های. اما همین خیلی دوستداری حضرت صلی الله علیه و سلم های که آثارش وقتی میخونی او دیده جوری میشود. از همینجا رفت والله علم 1-2 سال بعد بود، سال 2011 یک کنفرانس اسلامی میشود در شهر مدینه منوره. از بس که شیخ کبیر یعنی که رکتر اونیورسیتeti ازهر. اونیورسیتeti ازهر بزرگترین اونیورسیتت دینی جهان است. در جهان تری دیگه وجود نداره. در مصر در قاهره. بله. این حضرت هم به حیث همون مهمون فخری و عالم کلون دعوت شده بود به کنفرانس. میگه همون اومد زیارت کرد آب دیده قدیم. وقتی کنفرانس در اومد خلاص شد باز اومد میگه پیش روضه حضرت صلی الله علیه و سلم وداع کردم. میگه گریست آوازی بلند کرد که یا رسول الله اگه دیگه امکان دارم ندارم الوداع. میگه همه قدرت پروردگار در همه ایرپورت آوردن شو. این همه آدمای حالدان و روزدانی که دیدین هم قصه میکنن. بیمار شد حالش بد شد. همونطور بهوش بیاد گرفتن در درون سمالیات سوارش کردن. در همین شیدن 6 تا خداوند امانت قبض کرده. ای همونجا فرو آوردنش بودن در جنت البقیع گروندنش. این نعمت ببین، نصرت ببین. اوه اجل قدر معین است، هیچ کس مهلت نمیده. کل نفس ذائقة الموت، هر شخص چشنده مرگ. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی ساعت مرگ اومد دیگه یگان لحظه تقدیم تأخیر نمیشود. اما این نعمت پروردگار را ببین در مدینه منوره فوتیدن، در جنت البقیع گرانده شدن، قسم به الله این را خداوند به هر کس نصیب نمیگردونه. اینا چم همون محبتی هست که نسبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت. همه هر کدام ما و شما باشیم برادرای عزیز، اگر محبت من حقیقی باشه از صمیم قلب اگر حضرت دوست بداریم با یقین ان شاء الله از شفاعت حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار میشیم. در همین دنیا خدای تعالی از ضلالت و گمراهی ها ما و شما را نجات میده. خداوند بزرگ بابای حاجی ما را از جمیع بلا و گزند حفظ کنه. این را ببینه به خاطر محبت حضرت صلی الله علیه و سلم اینا بسیل مبارک حضرت که رسیدن اینمی محفل معرکه نور را تشکیل کردن. ما و شما را دعوت کردن که هم نان و طعام بخوریم هم الحمدلله در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت هیچ داشته باشیم.
از اسلام و از شریعت غرای محمدی سخنی چند داشته باشیم. قاری‌ها را دعوت کرده است که تبرکاً چیز تلاوت کنند و زمزمه کنند. خداوند بزرگ با همین قدر عمر دیگرش بده که پروردگار بزرگ همین یعنی امکان پیدا کنه که محبت چه در فرزنده و نبیره و ابیره و چبیراش در قلبش جای بده. خداوند در خاندانش نور و صفا نازل بسازد. پروردگار قدوم عزیزا را به این خاندان مبارک